دو ماهی که روزنامه کاغذی لدور با دینان ها تدای خستن. نهاش بلی چند گواره که نورزی هیچ روزنامه کل پارزگاه دو که در ناچید. ابدیتنا شارزان جی اوه چنده ده کارته که نکان نره نیل سرزمانی و بزا و روزنامه وانی و روشنبیری لدوره هبید. اجبر که روزنامه وانی الکترونی نشد جهیا کاغذی بگیرید. روزنامه دیجیتال یا الکترونی نشیتن جهیا کاغذی بگیریتن اشلای واقعی به اشلای دورهلی و پرتوخانه دا بیت ارشیف کرد ناف دست خلکی دا بیت المال بیت پاراستن گتارت و راپورتت و بین خواندن و که دی کسایتی ها دوریه یعنی نه جانتو بجی والله من باجر دبر آبادینان 2 میلیون مروف لیجین من روزنامه کاغذی لینین لیدر کبیتن پرتوخانه نابیتش روزنامه و گوارات بالا بن اگر قیران هاتن دی کارتی کرنه کرد بس ناچه بیتن روزنامه سرجه کرد بکجید اجاری نهیلید بنبر کرد اما ناچه بیتن ام بر خدا نبکن روزنامه کاغذی گلک آگرن گه چکو خلک همی براستی نت انترنتی دایا ابدیتنا روشنبیرن دوره نبونا روزنامه وانه که چالاک و خانده وانه که باش اگر بوینه که روزنامه کاغذی لوه دوره نمینید اوش بلی اگر مادی و چندکن دیتر خواندن کاغذی جبلی کو خوشیه کو تایبت یا هی کو وقت خواندوات خونیتن پتر شد بیت ارشیف و بیت هلگرتنش هر علاوه که دیه یک کتب شی ارشیف تداب کیش اف آمیرت نیجی در کتین یعنی هندیه پیشکفتی بیتن آمیرت بس نایت رزهنده کو ارشیف و کاغذ و نویسان بیت هلگرتن دیدنام کمک اگر هی کو هاتی گرتن اوجیم نبینا یا روزنامه وانه که چلنگت و روزنامه هنده آنم بجن ستاف پر برنامه و روزنامه هنده بیتنه آسته پید بیتن دیسا خانده و پاجی اگر بیا کو گلک بری خانه دا و روزنامه هنده نکریه جه داخله روزنامه کردستان چند ولات برای مصر پشتینگی برای فرانسه یعنی چند ولات برای اینو بس دا نهیت داخستن و امنو که ظروفت که فرق داینه روزنامه کاغذی و افرو الباجر دهو که نمینید راستیجی جه داخله و ام گلک خمگین بوین اگر گرتنوی جی نبتنه موندیه اگر گرتنوی کو خلق جدیر کتی و اگر جی هر زفرید بو رفع برو ستافت وانا چنکو راستی جی حتی نوکه یعنی مخابنی و روزنامه افرو نشیا خلقه که بخواه گریدت اگر و بهانه جدا ماوی سالم بریدا چندین دزگه و آلاون را گهاندن الپارزگاه دو که هات ندایخستن دو ماهیک جارچی روزنامه وانیا کاغذ الوه دوره بمبر بو. اوه چنده جیده کارته کرنین خراب سربابت انگیره دای زاره کرمانجی و زمانی و بوار راگهاندن و روشنبیری الدوره بادینان هبید. آمد بریفکانی، کانال آسمانی پیام، دهوک.